کیست؟ همان که منتظرش بودیم. بکش! انا لله و انا الیه راجعون. حال چه باید بکنی؟ هیچ. کاری از ما ساخته نیست. صبر میکنیم موضوع آرام شود، بعد بی سر و صدا از دروازه خارج میشویم. این ملعون به جان امیرالمومنین سوء قصد کرد. جسد لعینش 1 هفته اینجا میماند. برگردید. شما 2 نفر چه کنیم؟ به زندان بر نمیگردم. شما از دروازه خارج شوید. این 2 نفر همان کسانی هستند که آن حرامزاده آزادشان کرد. بگیریدشان. بگیریدشان. نگذارید بگریزند. اینجا نایستید. بروید گشتیان رو خبر کنید. دروازه رو باز کنید. باز کنید. بروید به کمک آنها. بگیریدشان. بگیریدشان.
ابراهیم، من درست نفهمیدم تو چه میگویی. شما میگویید ما با عیسی بن ماهان وارد جنگ شویم؟ آری، آن هم به طرفداری از مأمون و آن مجوس دغل‌باز؟ درست است. چه میگویی؟ این چه سخنی است؟ منظورت چیست؟ مأمون دشمن ماست. صبر کنید. گوش کنید. ما از شما نخواستیم که حتما سخن ما را بپذیرید. که اگر بخواهید هم نمیپذیریم. نه ما فرمانده شما هستیم و نه شما مجبور به اطاعت از ما. البته که مجبور نیستیم. جعفر، هم شما و هم ما جملگی طرفدار خاندان علی ابن ابی طالب هستیم. در این که شکی نیست. البته تا کنون. بعدش را خدا میداند. برادر ما جعفر ابن اسحاق سخت ناراحت است و ما به او حق میدهیم. ما هم ناراحت هستیم. فکر کردید ما که هستیم؟ ما که از شما توقعی نداریم. فقط میخواهیم به حرمت دوستی گذشته اجازه دهید سخنانمان را بگوییم. حتی اگر در نظر شما ناصواب جلوه کند. من از شنیدن سخن ناصواب ابایی ندارم. قابل تحمل است. قرار نیست تمام گفته ها و شنیده ها در راه خیر و ثواب باشد. اما اگر کسی از من بخواهد با شیطان هم پیمان شوم تا ابلیس را از میان بردارم، آنگاه دیگر تحملم تمام می شود. حتی اگر این سخن از دهان دوستان دیرینه هم باشد. درست است. راست میگوید. من دوستان دیرینه خود داوود، اسماعیل و ابراهیم را خوب میشناسم. چنین سخنانی از زبانشان بیرون نمی آمد. به ما بگویید در این 5 سال در زندان هارون به شما چه گذشته؟ جعفر برادرم، همه می‌دانیم تو دلی نازک و قلبی با صفا داری. کلامی بر زبان نیاور که از گفتن آن پشیمان شوی. باشد. قول میدهم که دیگر سخنی نگویم. و برای اینکه به قول خیش وفادار بمانم شما را تنها میگذارم. کجا میروید؟ علی، تو تمام این مدت سکوت کردی و سخنی بر زبان نیاوردی. میخواهم نظرت را بدانم. تو چه میگویی؟ من؟ میخواهی چه بگویم؟ من همان میگویم که اسماعیل گفت، همان که داوود میگوید، همون که ابراهیم گفت و همون که تو میگویی. منظورت چیست؟ منظورم این است که سخن تو سخن دل ماست و کلام ما زبان عقل و درایت و تدبیر. جعفر، ما سالها کنار یکدیگر شمشیر زده ایم و کینه خاندار عباسی را در دل خیش زنده نگه داشتیم. اکنون نیز چیزی تغییر نکرده و برخلاف گفته تو زندان هیچ تأثیری بر ما نداشته است. ما همان هستیم که بودیم. دل ما همچنان با دل تو همراه است. پس تو هم اینان احساسات خیش را به دست گیر و به ندای عقل خیش گوش فراده. آن وقت میبینی که همه ما همدل و همزبانیم. خب چه خبر؟ چه میکنن؟ یارانشان در بیابان هنوز پراکندند و سرکردگانشان درون خیمه به گفتگو نشستند. همراهی آنها تأثیری در سرنوشت جنگ ندارد. چند طایفه کوچک بیش نیستند. اشتباه میکنی. اولا که ایشان به خاطر اعتقادشان شمشیر میزنند، نه غنیمت و یا جیره و مواجب، و همین وجودشان را برای دشمن خطرناک میسازد. دوم که حضورشان در این اردوگاه نبرد ما را با عیسی بن ماهان موجه جلوه خواهد داد و به همه ایرانیان این نکته را تفهیم میکند که جنگ با عیسی بن ماهان
یک وظیفه است و معنیش دوستی با مأمون نیست. می توان با مأمون دشمن بود و در عین حال با ستمگری چون عیسی جنگید و این نکته برای ما ارزش فراوان خواهد داشت. سلام بر مؤمنینی که به یاری مردم خراسان برخاستند. سلام بر طاهر ابن حسین که تاکنون عنادی از او نسبت به دوستداران علی ندیدیم و انشاءالله نخواهید دید. امیدواریم. بفرمایید. سردار، بهتر نیست در خلوت صحبت کنیم؟ سردار، تو از خدمتگزاران خاندان عباسی و عبدالله مأمون هستی و ما دشمن او. ما اینجا برای جنگ با عیسی بن ماهان آمده ایم که البته این معنیش حمایت از مأمون نیست. میدانم. ما و تمام یاران به تو میپیوندیم و فرماندهی تو را میپذیریم و تا پایان جنگ تحت امر تو هستیم، اما به یک شرط: به محض آنکه جنگ به هر شکل پایان پذیرد دیگر تحت امر تو نیستیم و راهی را که ثواب بدانیم در پیش خواهیم گرفت. قبول میکنیم؟ اگر جنگ با پیروزی عیسی بن ماهان پایان یابد که ضامن اجرای شرط شما من نیستم بلکه اوست، و اما اگر خدا خواست و ما پیروز شدیم آزادید، هر چه خواستید بکنید و هر راهی را که مایل هستید در پیش گیرید. سوالی دارم. آیا نفرات تو همین تعداد است؟ و یا حیله‌ای در کار است و مابقی را پنهان ساخته ای تا در لحظه مناسب وارد کارزار کنی؟ امیدوارم عیسی بن ماهان هم چون تو بیاندیشد، ولی نمیتوانم حقیقت را از شما کتمان نمایم. در حال حاضر بیشتر از آنچه دیدید نفراتی در اختیار ندارم، مگر آنکه به یمن قدم شما گروه‌های تازه‌ای به ما بپیوندند. پس به وقت و اقبال زیادی نیازمندیم. درست است. هیچ نیافتیم. بیابان خشک و بی‌برکتی است. نه شکاری، نه درخت خرمایی. هیچ. پس آن همه مهارت و جنگاوری به چه کاری میآید؟ فقط آموخته اید که اسب برانید و شمشیر بزنید؟ وقتی نیست چه کنیم؟ اگر قبول ندارید می توانید خودتان امتحان کنید. نه. تحمل گرسنگی برای ما گواراتر از آن است که وظیفه زنها را به عهده بگیریم. 3 روز است که لقمه ای از گلویمان پایین نرفته. گرسنگی جانمان را به لب رسانده. آن وقت زنهایمان نمیتوانند تدبیری بیاندیشند. مشکل شما این است که مسلمانان معتقدی نیستید. منظورش چیست؟ هیچ. حرفی میزند تا سخن حق ما بی پاسخ نماند. گرسنگی چه ربطی به مسلمانی دارد؟ ربطش این است که مسلمانان روزه میگیرند و تحملشان به مراتب بیشتر از کسانی است که به روزه عادت ندارند. میشنوی ابن عقیل؟ دختر وزیر اعظم فضل ابن سهل از روزه و مسلمانی میگوید. ببینم چه کسی چون این سخنان حکیمانه ای را در گوش تو زمزمه کرده است؟ طاهره. طاهره؟
خدا به من و تو رحم کند ام. اگر آنچه می‌دارند به هم بیاموزند روزگار سختی در پیش خواهیم داشت. والله که دشمنیشان بیشتر از دوستیشان قابل تحمل است. چهار نفرند. سربازان چیزی نمی‌بینم. باید بگوریدیم. هر کسی را که ببینم به اسیری میبرم. چه کنیم؟ نمیدانم. اگر سربازان باشند فرمانده گفت نباید اسیر شویم. بیا. صبر کنید. بوی طعام به مشامم میرسد. بویی حس نمی‌کنم. چرا؟ من بوی طعام را خوب احساس میکنم. به خصوص اگر گرسنه باشم. از این طرف. صبر کن. ممکن است سربازان باشند. شکم گرسنه سرباز نمیشناسه. به خاطر شکمت می‌خواهی همه ما را به کشتن دهی. حرف نزن، بیا. از ما ترسیدند و گریختند. اصلا سربازان نیستند. وگرنه نمی گریختند. بدون شک همین اطراف پنهان شدند. از ما نترسید. ما نه سربازیم نه دزد. فقط مسافرین و گرسنه مانده ایم. خیالت راحت شد؟ بنشین. خب این هم غذای آماده. حال اگر ممکن است زحمت پذیرایی را شما به عهده بگیرید. از آن ما نیست. پس از آن کیست؟ گذاشتند و گریختند. اگر نخوریم کفران نعمت است. عجله کن دیگر گلناز. دو نفر پشت بت‌ها پنهان شدند. دیده ایم. دو نفر به ما نزدیک می شوند. میدانیم.
گوارای وجود. از آن شماست؟ برکت خداست. شرمنده ایم. 3 روز است که لقمه غذا به دهانمان نرسیده بود. از گرسنگی بی‌طاقت شده بودیم که اشکالی ندارد. بخورید. هم سفره‌هایمان گریختند. سهمشان را برای کسانی گذاشتند که گرسنه تر از ایشان بودند. از ترس سربازان؟ آری. بفرمایید. خدا برکت دهد. زیاد است. به همه من میرسد. مسافرید؟ آری. چندین روز است که در این اطراف سرگردانیم. از ترس سپاهیان عیسی بن ماهان و طاهر مدام این طرف و آن طرف می رویم. میگویند چشمشان به هر کس بیفتد به بیگاری میبرند. عازم کجا هستید؟ هر جا که خدا بخواهد. به دنبال کار هستی. شما عازم مرو هستید. نمیدانم. شاید با خداست. با خداست. بیام. برای من زیاد است. تو خیلی گرسنه بودی. چه شده؟ چشم از من بر ندار. برای چه؟ چه شده؟ هیچ. برخیز آماده باش. شما عازم کجا هستی؟ من و زنم به مدینه می رویم. ما هر 4 نفر عازم مدینه هستیم. راست میگویم. شما هم بهتر است از رفتن به مرو صرف نظر کنید. ما بودیم. جای خوبی نیست. قحطی و خشکسالی بیداد میکند. همین سال گذشته طاعون آمد و هزاران نفر را به هلاکت رساند. درست میگویم. ما شنیدیم که شهر آبادی است. خدا لعنتشان کند. دروغ میگویند. ما نیز فریب همین سخنان را خوردیم و چیزی نمانده بود که جانمان را از دست بدهیم. اینطور نیست؟ همینطور است. همینطور است. شما سخاوت نشان دادید و ما را در طعام خود شریک ساختید. نوش جانتان. من در عوض این مهمان نوازی میخواهم نصیحتی به شما بکنم که خیر و صلاح و سلامتتان در آن است. چه نصیحتی؟ این که هرگز قدم به مرو نگذارید. نمیفهمم. منظورت از این سخنان چیست؟ آیا حاضرید نصیحت مرا قبول کنید؟ چه میگویی؟ حرف نزن ابن عقیل. خب جوابتون چیست؟ دوستانه سخن نمیگویی. جواب سوال من فقط یک کلمه است. آری یا نه؟ ما هر کجا که بخواهیم می رویم. و به چنین نصایحی احتیاج نداریم. چه میکنی هم؟ گلناز چه شده؟ نمیدانم. از هم بپرس.
این 2 نفر مأموریت دارند که پدرت فضل ابن سهل را به قتل برسانند. از کجا میدانی؟ میدانم. اینطور نیست؟ بسیار خوب. حال که مصمم هستید به مرو بروید، چاره‌ای ندارید جز آنکه با ما همسفر شوید. امر، دست از این حرکات بردار. من به آنها نصیحت کردم اما قبول نکردند. ما به اینها مدیونیم. نان و نمکشان را خوردیم. آنقدر ساده لوح نیستم که جان ولی نعمت خیش را به لقمه نانی بفروشم. برخیزید. شوهرت باید برویم. سلام بر وزیر بزرگوار. خوش آمدی. جوابی برای ایشان آورده ای؟ عالی. کسی از ورود تو به این خانه آگاه نشد؟ خیر. برو و برسان. صبر کن. از دختر و داماد من خبری نداری؟ خیر سرور من. بسیار خوب. برو. از امر و گلناز خبری آورده بود؟ نه. خب مهم نیست. آنها می توانند از خود محافظت کنند. میدانم. پس به چه می اندیشی؟ ابن ربی به این 3 ابله، عیسی جلودی، ابو یونس و ابن ابی عمران نامه‌ای نوشته و در آن متذکر شده که بخشش آنها از طرف امین در گرو شفاعت عیسی ابن ماهان است. میفهمی یعنی چه؟ نه. با کنایه به آنها گفته که با عیسی در ارتباط باشند و اخبار لازم را به او برسانند. حال از طریق آنها باید خبری به عیسی برسانم که به نفع ما تمام شود. ولی چه خبری؟ خب فضل، چه پیش آمده که همه ما را با این عجله به اینجا فراخوانده ای؟ سرور بزرگوار، اخبار بسیار مسرت بخشی دارم. همکنون قاصدانی از طرف مرزبانان و سرحدداران وارد شدند و اخباری آوردند که فکر کردم بهتر است در حضور همه خدمت سرور عزیزمان عرض نماییم. خبر آوردند که حاکم ارمنستان و پادشاه کابل و حکام یمن و کوفه و موصل و حجاز و واسط و میافارقین و آذربایجان از بدعهدی امین برآشفتند و او را از خلافت خلع کرده و نامش را از خطبه ها انداختند. و هر یک به اندازه وسع خویش سپاهی آراسته و به قصد کارزار با عیسی ابن ماهان به راه افتادند. تو از صدق اخبار ایشان مطمئنی؟ آری امیر بزرگوار، سپاه کابل و ارمنستان از سرحدات گذشتند و پیش می آید. سپاهیان کوفه و موصل و حجاز مدت هاست که در حرکتند و اکنون باید به محل کارزار رسیده و در کمین سپاهیان عیسی ابن ماهان نشسته باشند. و اما در مورد مابقی ولایات قاصدان گفتند که تنها طلایه سپاهیشان را مشاهده کردند و خود سپاه را به چشم ندیدند. فاعتبروا یا اولو الابصار. ببینید چگونه عهد چکنان به عواقب عمل ناسواب خیش گرفتار می آیند.
خدا لعنت کند احشکنان را. وقت اقبال امیر بلند با. ای امیر، کسانی که به یاری شما شتافتند از سرزمین‌های مختلف هستند. هر کدام در جنگ روش و شیوه خاص خود را دارند. اجازه بفرمایید من خود را به ایشان برسانم و همه را به زیر یک پرچم فرماندهی گرد آورم تا با طرح و نقشه مشخص و یک فرماندهی واحد قدم به میدان کارزار گذارند. نه هرسمه، آنها بدون هیچ فرمان و دستوری و حتی بدون آنکه سرور بزرگوار از ایشان درخواستی کرده باشد به راه افتادند. پس اجازه بده همانطور که خود میخواهند و با همان شور و شوقی که بر ایشان حاکم است به صحنه نبرد وارد شوند و به تکلیف خیش به دلخواه خود عمل کنند. گذشته از آن ما در اینجا بیشتر به وجود تو نیازمندیم و مسلماً بعد از پیروزی مسئولیت‌های سنگینی در انتظار تو خواهد بود. ای امیر بزرگ، من تصور میکنم که نمیدانم هرسمه، نمیدانم. با فضل صحبت کن. همان کن که او صلاح می‌کند. فضل، چه اتفاقی افتاد؟ باورم نمی شود. این با رسم مألوف این مردمان عافیت طلب منافات دارد. چرا به خاطر اجرای وصیت هارون پا به این ماجرا گذاشتند؟ ماجرایی که در نهایت هیچ نفعی برای ایشان نخواهد داشت. تمام آنچه را که گفتم دروغ بود. هیچ کس به حمایت ما بر نخواسته است. دروغ بود؟ چرا چنین دروغی گفتی؟ برای آنکه در بین ما جاسوسانی وجود دارند که همکنون فلفور این اخبار را به عیسی بن ماهان منتقل می کنند و همین باعث سردرگمی او خواهد شد. عکس العمل‌های نابجا و دستپاچگی او موقعیت مناسبی را برای طاهر فراهم خواهد ساخت. چه کسانی جاسوسی ما را می کنند؟ نامشون چیست؟ عرض خواهم کرد سرور من، عرض خواهم کرد. به وقتش تک تک ایشان را به حضور شما معرفی خواهم نمود. اما فعلا وجودشان برای ما مغتنم است و نمیخواهم خشم امیر دامنگیرشان شود. اجازه مرخصی میخواهم. گوش کنید ببینید چه نوشته است. نوشته است به محض رویت این نامه کوس جنگ را بزن و خود را برای نبرد آماده کن، چون به زودی عیسی بن ماهان به تو حمله ور خواهد شد. این نامه چه معنی میدهد؟ فضل چگونه دریافته است که عیسی قصد حمله به ما را دارد؟ آیا دیدبانهای ما چون این تحرکی در سپاه عیسی مشاهده کردند؟ خیر سردار. این ابن سهل از بس به زیج می نشیند و چشم به آسمان می دوزد و کواکب و ستارگان را رصد می کند. کم کم دستخوش و اوهام شده است و فکر می کند غیب می داند و به وحی و الهام دست یافته است. باید به او گفت مومن، اگه عیسی قصد حمله داشته باشد
ما زودتر از تو با خبر خواهیم شد. فاصله ما چند ساعت است و فاصله تو چند روز؟ باید جوابی شایسته برای او بنویسم. امشب استراحت کند، فردا با جواب من به مرو بازگردد. چه خبر است؟ این 4 نفر را در همین حوالی دستگیر کردیم. این زن و مرد آن 2 نفر را به اسارت می‌بردند. که هستی؟ ما از نوکران امیرالمومنین محمد امین هستیم. و این 2 نفر از وابستگان مأمون هستند. ما را اسیر کردند و قصد داشتند با خود به مرو ببرند. دروغ میگویند. ای خدا لعنتت کند. به نظرم قبلا تو را دیدم. مرا؟ گمان نکنم سردار. من و همسرم در سفر بودیم که این حرامیان قصد غارت ما را داشتند. سلام علیکم. علیکم السلام. حامل نامه‌ای هستم برای سردار بزرگ عیسی بن ماهان. از طرف چه کسی؟ از طرف بزرگان دربار مأمون. با من بیا. هر 4 نفر را ببندید تا بعداً تکلیفشان را معلوم کنم. ببندیدشان. من آن قاصد را میشناسم. آره. و من آن سردار را میشناسم. او همان کسی است که برادرم رشید را کشت. ببینید از این نامه چه میفهمید؟ بخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از عیسی جلودی، ابو یونس و علی ابن ابی عمران به سردار بزرگ امیرالمومنین علی ابن عیسی ابن ماهان. بعد از سلام. ای عیسی، ما به عنوان یاران امیرالمومنین به تو اعلام می‌داریم که سپاه عظیمی از جانب کابل، ارمنستان، کوفه، بصره، واسط، موصل و آذربایجان به سوی تو در حرکت است. پس هر گونه که صلاح می‌دانی خود و سپاهیانت را از این مهلکه برهان. و سلام. معنی این مزخرفات چیست؟ آیا تا به حال در این مورد از طرف جاسوسان و دیدبانان خبری به شما رسیده است؟ نه. چطور چنین چیزی ممکن است؟ کی از مرو برا افتادی؟ 3 روز پیش سردار بزرگ. حال خوب گوش کن ببین چه میگویم. اگر درست جواب دهی پاداش خوبی در انتظار توست. در مرو این روزها خبر مهمی به گوشت نخورده است؟ چرا سردار؟ خبر مهم این است که عیسی ابن ماهان با 70,000 سپاهی به جانب مرو در حال حرکت است. غیر از این خبر دیگری نشنیده ای؟ روزی که من به راه افتادم در شهر شایعه شده بود که سپاه عظیمی به یاری امیرزاده عبدالله مأمون بسیج شده است و به زودی در مقابل شما سفارایی خواهد کرد. پاداشت نزد ما محفوظ است. برو. به ما اشاره کرد. ممکن است حیله‌ای در کار باشد. ممکن است. اما اگر واقعیت داشته باشد چه کنیم؟ نباید بی احتیاطی کنیم. ممکن است یک باره چشم باز کنیم و ببینیم که از هر طرف در محاصره افتاده ایم و قدرت هر گونه تحرکی از ما صرف شده است. فقط یک راه داریم و آن این است هرچه سریعتر حمله را آغاز کنیم. اگر چنین خبری واقعیت داشته باشد این کار باعث می شود که ما قبل از رسیدن هر گونه کمکی طاهر را از سر راه برداریم و خود را برای نبرد با این نیروهای تازه نفس آماده سازیم. اما اگر دروغ باشد ما چیزی را از دست داده ایم. چه میگویید؟ درست است سردار. بهترین تدبیر همین است. شرط عقل همین است که شما میفرمایید. پس همکنون کوس جمع را بزنید و دستور دهید سپاه به راه بیفتد. به محض اینکه به اردوگاه طاهر رسیدیم یورش میبریم و کار را یکسره میکنیم. اسب منم پایین است. میتوانی برداری. پناه بر خدا. این فضل ابن سهل عجوبه زمان است. چگونه توانسته است باخبر شود؟ تو از توانایی های شیطان به خبری طاهر؟
جعفر بن اسحاق. کی؟ او جعفر بن اسحاق است. همون که در مدینه بود؟ آری. اینجا چه میکنند؟ من تو را میشناسم. نامت ابن عقیل است. اینجا چه میکنی؟ به من بگو جعفر ابن اسحاق اینجا چه میکند؟ خیال میکردم به علی ابن موسی ارادت میورزی. درست است. برای این جنگ دو قاسم است. میدانم. بیا تا با هم صحبت کنیم. نه. تا نفهمم تو در این ماجرا چه نقشی داری قدم از قدم بر نمیدارم. لجاجت نکن جوان. بیا تا برایت بگویم. طرف طاهر پیغامی دارم. بگو. گفت خود را برای نبرد آماده کنید. خب نه. به دیدن مأمون نمی روی؟ نه، نمیتوانم با مأمون روبرو شوم. به محض دیدن من پیوسته سوال میکند، از سرنوشت جنگ میپرسد، تصور میکند که من همه چیز را میدانم. از اینکه مجبورم در مقابل او خون سرد و خندان و مطمئن بایستم خسته شدم. من بیش از او وحشت زدم، میترسم، تمام تنم میلرزد. این جنگ سرنوشت من است، نه او. حاصل یک عمر تلاش و آرزوهای دور و دراز مرا چگونگی این جنگ رقم خواهد زد. مأمون فقط حکومتش را از دست میدهد، ولی من همه چیزم، حتی جانم در گروه آن است. اگر ما شکست بخوریم عیسی جرأت نمی کند مأمون را به هلاکت برساند. او پسر هارون است و برادر خلیفه. ولی من چه؟ بدون شک همه گناهان متوجه من خواهد شد. حتی مأمون هم مرا مقصر جلوه خواهد داد. در حقیقت بازنده اصلی این جنگ جز من هیچ کس نخواهد بود. روز قاصد برسد و خبر شکست ما را بیاورد، فردا درست در وسط میدان همین شهر که اکنون در ید قدرت من است و همگان در برابرم کرنش می کنند، تنها و تنها سر من از تن جدا خواهد شد. میترسم آذر، میترسم. گریه کن فضل، گریه کن. اکنون اینجا جز من و تو هیچ کس نیست. پس میتوانی چون کودکان بلرزی و شیون کنی، ولی فقط اینجا. به محض اینکه از این خانه به هر دلیل پایت را بیرون میگذاری، باید همچنان در قالب همان فضل پسری باشی که قدرت و جسارت و شجاعت و خویشتنداریش دهان به دهان میچرخد. حق نداری او را بشکنی، حق نداری کوچکترین تزلزلی از خودت نشان دهی، حتی اگر در مقابل جلاد ایستاده باشی. تو محکومی تا آخرین دم حیاتت در مقابل این مردم از آن قالب لحظه ای جدا نشوی. این که میگرید فضل من است و آن که میخروشد و فرمان میراند و با شجاعت جانش را به خطر میاندازد
فضل ابن سهلی است که دیگران میشناسند. بس است فضل. مشتاق دیدن همان فضلی هستم که قدمش زمین را می‌لرزاند. به میدان نزدیک نمی‌شوی. باشد؟
همراه او بروم. در آن قوقا کاری از تو ساخته نیست. می توانستم کمکش کنم، مواظبش باشم. مرا به خاطر میآوری؟ عمرو بن رجا، قاتل، تو برادرم را کشتی. باید کمکش کنیم.